3 4 5 6 7 8 9 10. فکر کنم شما هم حیران میشین که چه خیلی طرزی حساب کنید. رفتیم. باز ما شما میفهمم بچه‌ها چیه. ایده شدن اینستاگرام راستی از ما از اکای سعدی زبان آموز به دست آمد. ما رو ببینیم همین که همین فالو کنید فایده میاره. هم زبان رو از خود میکنید، هم زبان خود سرخم میدید و هم با مردم یک چیز رو میآموزونید. با توصیه اکای سعدی زبان آموز من این کار رو سنتیابر شروع کردم و تا امروز من کار کرده ایستاده هستم و خوبی این کار در من در چیست که من هم به مردم به پول تعلیم دهم و از طرف اونها من بسیار مینتداری قبول میکنم که این برای ما باعث خرسندی است و هم زبان خود رو سرخم میدیم و چیزهای نو رو برای خود میآموزم تا که به مردم آموزونم. در وقت دانشجویی در خیتوی ما وقتی به صدیق ها می رفتیم یا که مکتب های مخصوص می رفتیم در اونجا دو معلم داشتن، یک معلم معلمه داشتن. مقصد ما زبان رو وقتی که با اونها می آموزوندیم چیزی که ما گام می زدیم معلمای خیتوی پیرو نکرد، با خودش خیتوی با زبان انگلیسی رو می دونست و بودن بعضی کودکایی که لکه زبان رو خیلی می دونستن و با اونها کار می کردیم. ما زبان رو اونها خاطی با بازی می زدیم. من خود زبان رو از پنجمی نقشه گذاشتم، مقصد گذاشتم زبان رو یاد گیرم و در امریکن اسپیس کلوب می رفتیم می‌خوندیم و پسون در مرکز تعلیمی همدان ما زبان رو شکاری مسئول دادیم و زبان اختیاری رو باشه. وقتی که به اختیار سفر کردم همچون استودنت بودم هم در دانشگاه می‌خوندیم و با مردم معاشرت می‌کردیم و زبان رو زیادتر ما از معاشرت با مردم اختیاری از خود نمودیم.